تو هم کشور که من جز میگم مثلا میگن امارات دبی اینجا گازکشی نیست الان، اصلا گازکشی نمیدونن چیه. تو اصلا بهشون بگی یه علامت سوال بزرگی جلوی چششون درست میشه، میگه خب مگه آبه که میشه گازکشی؟ مسخره میکنن. من با عربا خیلی صحبت کردم، میگم تو ایران گازکشی هست، خیلیشون نمیدونن اصلا. فیلم من دارم به چخان میکنم، دروغ میگم. مگه میشه گاز با لوله آورد تو خونه؟ کپسول، اینجا همه جا کپسول هستش اینا. سال 2023 تو دبی الان هم کپسول گاز استفاده میشه. ساختمون 50 و 70 و 100 طبقه‌اش هم تو آسانسور و کپسول گاز بگیری بذاری توی آسانسور ببری اونجا. دبلاتور و همین داستانی که مثلا قبلا تو ایران داشتیم. مثلا ما اجماع هم که مغازه داریم کلا نوسان برق دارن، کلا شهر اجماع خیلی اصلا برق افتضاحه. متاسفانه کسی خیلی باور نمیکنه، میگن نه تا اسم دبی میاد فکر می‌کنه یه شهر خیلی با کلاس لاکچری و فشار که میاد توی اوج گرما کلا برق قطع میشه. اصلا یه می‌بینی نصف روز کلا برق نیست اصلا. چند روز جلوتر اینجا بارون اومده بود، کل خیابونای امارات، نه فقط جایی که من هستم اینجا، کل امارات از فجایع دبی، شارجه کلا رفته بود زیر آب. کربلا نمیدونم رفتی یا ندیدی؟ اگه رفتی دیدی مثلا اونجا ماشینا که سوار میشن یا دو چلنجر یا لندکروز لکزس، ماشینا خوب، ماشین ارزشونه، ولی کیفیت زندگیشون و خیابوناشون و زیر ساختشون از سیمای تلفنی تو هوا است و اینا. دیدی دیگه اینجا از اونجا بهتر، قابل مقایسه با عراق نیست، ولی خب از ایران هم خیلی چیزه پایین‌تره، مثل ایران نمیشه.